سلام و وقت بخیری دارم به خدمت شما بینندگان عزیز. خوشحالم که یک روز دیگری الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. دوستان خوب نازنین، به ولایت فرا هستیم، به یک جای تفریجا میلجا هستیم به نام قلعه نوروزی. فعلا ما به لب دریا هستیم که مردم اینجا روزای جمعه و روزا پنجشنبه میایم به میله میایم. ما امروز خوشبختانه آمدیم. از اینجا یک باغی هم هست، بسیار یک باغ زیبای دیدنیه. از اینجا باز خودی شما میرید به سمت باغ که ببینیم این باغ به چه سیستمی جور کردم. همراه ما باشید. بله دادا جان مانده نباشید. سلامت باشی. اول شما خوبه؟ شکر فضل خدا. شما خوب هستید؟ سلامت باشید. نام شما؟ عبدالسمی بینوا، یک تن باشنده ولایت فرا میرم. خب چرا بینوا باش؟ بعد بینوا انتخاب کردیم دیگه. خدا نکنه. خب برعکس میشه بخیر. آها. یک ساعت میشم با دوستا. با دوستان. اونا چکارا شما؟ برادران. به به. چیزا لذت میبرید؟ لذت خوب میبریم دیگه. داریم دیگه یاد خوب جا برابر یعنی لب دریای. لب دریا است. بگو یک وقتی شده باشه یا امسال یا سالهای پیشتر شما اینجا قصد میکردیم یک دفعه دیدیم که سیل اومده. نه ایده خوب سین ما نامده. بیشتر آمده باشه شاید آمده باشه ولی ما یک بار. خود ولایت فرا چند جا جای تفریح دیگه یکی امیر بود است و نوروزی است. پشت خو هم بود دیگه. کاکا سلام علیکم. سلام. سعادتمند هستیم. رو خود به جهت نمیکنیم. مانده نباشین. سلامت باشید. اول شما خوبه؟ شکر خدا. قربان شما. نام شریف خودم بگیم. نام سعدالدین. خب از کجا هستیم؟ از این پرای. خب عجب جای پیدا کردیم کاکا به حساب تفریح. خوب تفریح یا جنسار جور کرده. خوب جای جور کرده. خب این حدوداً کاکا چند جریبه؟ این حدوداً 35 جریب است. نام خدا 35 جریبه میت گل کریه. گل کریه او بر چیه گلخانه. خوب جای جور کرده. خب گلخانه چی هست؟ گل یا میوه چیزی؟ بادرنگ. خب به سبزیجات. خب گل‌بازی میکنیم. شوق دارین؟ شوق داره. خب چند نفر این گل‌بازی میکنین؟ 6 نفر. 6 نفریه؟ بله. خب از صبح بازی میکنی یا حال یا نه بازی کنید. خب بای دادیم یا بردیم؟ تو بالا بای ندادی. خب چند وقت میشه که به فرا میگم نبوده گل‌بازی رسم شده؟ اول رسم شده. یرات رسم شده. اینجا رسم شده. نیمروز هم شده. به یرات که از زمان قدیمه دیگه. قدیمه. اینجا ورزش هم گفته میشه. بله ورزش. خب مره به چنده؟ 31. 31. بله. بیرات که هست 21 با اینجا 10 چیز بالا. نه از ما 21 هست. خب بسیار خوب. از صبح بایم بدادین؟ نه خاله ما اومدیم. نه شروع کردیم. خب بسیار خوب. کو یک عجب گلا داریم. مانده نباشیم شما دوستا. مانده نباشیم.
دوستای نازنین شما نگاه کنیم اینا چند وزن داره تقریبا 9 سر. هر کدومه بله. خب اینا نو هم هسته بله. اینا رو بخریدیم بابا دیگه دونی چند است اینا دیگه هر 4 تا از اینا 14 ست. دونی سینیم سر آدونه سر. خب مفت ارزونه خب شما فکر کنید گله بازی میکنی بله. خب چند دو طالب بازی کردیم دیگه این دو اول است. خب. بازی به سر نرسیده. خب شما چند شدیم دیگه تقریبا حالا 22 سیه میدون. داورونه میدون فیلی ما 22 سیه دیرش یعنی. بفهمیدم ما یعنی شما 22 اینا 30 بله. خب مره به 31 ان شاء الله ما باید دیگه. خب شما از اینکه باید دادیم مایوس کنی نه خیلی هم خوشحاله. چرا گله بازی میکنی خب یک ورزش معنوی بسیار یک ورزش خوبیه به واقعیت. راست یعنی اگر به شما واقعیت بگویم ما عرق میروزنی وقتی گل بازی هم میکنیم دقیقاً. یک نوع ورزشیه راه میریم یعنی اگر لازم کیلومتر بگویم ما شاید اگر می ساعت 2 ساعت 3 ساعت بازی میکنیم تقریبا ما 20 کیلومتر شاید راه بریم بوده دنبال دقیقاً. نمیفهمیم وقتی که استاد میشیم میبینی که عرق کردیم خوب لذت بخشه. یک چیز دیگه هم هست اگر شما مثال میگم به گله بازی وقتی بیکاریم مصروف باشیم فکر کنم از دو حساب کتاب هم بدوریم ان شاء الله 100% بله. بسیار خوب همش موفق باشیم زنده باشیم. سعادتمند باشیم ما کو بیشتر وقت شما نمیگیریم ما خوش داریم که بیننده ما دوست دارن که فقط یک چند دونه سعی کنیم کدوم شما بیشتر گله بازی بلدیم یک چند تا نشون بزنیم خب نشون دیگه اینجا بر علاوه که ما اینا رو این بازی جدید شروع کرده او تو مهارت‌های خاص ما نداره که از مسافه‌های دور بزنه فعلا دیگه باز ما تا ان شاء الله پخته بشیم. اگر مثال میزنیم بله. همین گله به دست شما باشه شطور هم اینجا استاد شده باشه میتونیم به لنگی شاید بزنیم از زیر لنگ تیرشه. بیننده‌های عزیز باور میکنیم من عمل متوجه بودم 1 متر جا گلا هر کدوم 9 سیره به پیش اینا گله میرن که مثلا میخوره به دیوال بزوه بخیر باشیم بیاین که پیش لالا داورم بریم بیاین شما بازی کنید شما بازی کنید مانده نباشید تا دو یلدیم بیاین نمیته بیاین با بیننده‌های عزیز یک گله اینجا گایه همینجوری چوکی بشینیم همین رو چوک اضافه بیاین بشینیم بیاین شما بشینیم شما نه دیگه ما خود شما صحبت داریم بیاین بیننده‌های عزیز بسیار جا شما سبز باشه جا شما خالی باشه کمک بالا خزین دوستا ما واقعیت خدای پاک همون شخصی که بزی باغ زحمت کشیدم که 35 جریب زمین اینا استخر و بازی کندم دیگه به خدمت شما عرض کنم گلخانه برای سبزیجات جور کردم اصلا با تصویرها شما مشاهده میکنین که واقعا هر نوع گلی که به هرات ما و شما هسته واقعا اینجا موجوده بسیار کار نیکی کردم این جایی هست که اصلا کلا طبیعت عوض میکنه اینجا اگه کسی که زندگی بکنه مریض به آسونی نمیشه خب شما مونده نباشیم از برادرها خب لالا بله به ایراد یک رسمی هست که میگم دقلگیری هم میکنم نه دقلگیری اینجا دقلگیری هم هسته حساب نه اینجا دقلگیری خاطر چی داوریه که دقلگیری باشه خب بعد جا که داوری فکر کنون نیه به ایراد اینجا با مگر نوشته کنی بله او حساب گرفته میشه که خوردنش یک کس خب کی شش شش خب 28 3 خب برار چندی از این داوری حقوق میگیری؟ حقوق نه اینجا ساتیری سرگرمی دوستی اینجا حقوق نه اینجا حقوق باشه خب چرا شما پیش میریم روی به طرف اینا خاطر که کس خوردن شدیده شکی میزنه که همه تو شما سختگیری میکنین که فقط میراسا هم میمر بخش نمیگم حق کسی بله دیگه حق خورده میشه یا مگه کار مفت نیست راست میگیم خب تازه جور شده دیگه گل بازی مد شده گل بازی او تقریبا 1-2 ماه 3 ماه میشه خب لالا هم شاید بشه لالا از این طبیعت بگیم چیزر لذت میبریم بله خیلی
یک ورزش خوبه خیلی. امی فضا رو میگم. فضا خود دیگه بیخی دیگه ورز نیه دیگه، با خود شما معلومه میبینی از نزدیک دیده میشه دیگه. چند سال میشه که می باغ ساخته شده؟ یار باغ خیلی زیاده دیگه، شاید 10-15 سال بیشتر باشه. خب 10-15 سال. خود شما باغ داریم از خود؟ نه. خیر بینیم. بسیار تشکر. خوشحال شدم. اگه شب خودمون نمیریم خوشحال اگه بشیم. شما خیمه بریم. دوستای خوب و نازنین، باز هم خوش آمدیم به ادامه برنامه. بسیار جا شما خالی باشه. ما به داخل باغ هستیم که پیشتر گفتم در کنار اجی کاکا که فکر کنم برادر صاحب باغیم دیگه، درسته؟ یا خود شما نه دیگه؟ فرق نمیکنه. برادر جنسار جمیر صاحب. خب بسیار خوب. اجی کاکا گپ بزنین که هفته‌وار بگیم یا اگه روزانه بگیم ماوار بگیم به روز چند دفعه به باغ میایم به حساب تفریح؟ به هر روز 2 دفعه تفریح میای. خب خونه من فرایه؟ خونه به فرایه. خب به دیگه جا میشینیم؟ به خود شهر میشینیم. بسیار خوب بسیار خوب. چند سال میشه این باغی که قشنگیت زیبا ساختیم؟ تقریبا انشالله 9 سال میشه. 9 سال. خب خود شما هم شخصی داریم از خود باغ یا نه؟ این باغ از خود ما شخصیه. از هر دو برادریم. مال شریک ما برادر. خب چه گذار لذت میبریم کاکا؟ لذت ما اینه که این جوانا فرا کل میاد اینجا به سر کل مردم فرا یا وای باغ. خب این باغ دیگه به حساب میوه دونم شاید داشته باشه، درسته؟ هر میوه داره، کل میوه وقت از جوانای خلاص. خب ما 6 برادرم 1 کیلو میوه به خونه خونم بره از میمونایی که میخوره. خیراتیه اینا کل مردم شاهد خیراتیه. خب ما پس اگر میفهمیدیم که این شکل با وقت میوه می آمدیم، مال وقت میوه است، زردالو است، لوچه است. زردالو شده؟ شده. خب بسیار خوب. برادرها بعض جا مثال گله بازی میکنم، بعض جا میشینم غذای چای اینه اونی، کسایی هسته که اینجا نظافت مراعات نکنه؟ باز ما 2 نفر داره، محافظین داره، 2 نفر داره، اونا باز پاک مینه. صبح کل باغ پاک مینه. خب ناراحت کوئی یک وقت نمیشه؟ نه هیچ وقت ناراحت نشیده. راست میگه. بسیار. باغ برو همه مردم وایه یا نه دوستایی که نه خصوصی باشه؟ کل مردم وایه.
بسیار واقعا کار نیکی کردیم. جای زیبایی، میفهمین که طبیعت چقدر ارزش داره و هر نگاهی که شما فکر کنیم. بسیار تشکر اجی کاکا شما. سلامت باشیم. لطف کردیم. قربان شما. سلامت باشیم. تشکر. دوستای خوب نازنین، بازم به ادامه برنامه خوش آمدیم. شاعر گفته به هر چمن که رسیدی گلی بچینو مرو، به پای گل منشین که عاقبت خار گرده. به به دوستای خوب نازنین، باور کنیم هر گوشه و کنار از این باغ که ما نگاه میکنیم واقعا لذت میبریم. خدای پاک خیر بده هموت انسانایی که به میت مکانا زحمت میکشم، پول مصرف میکنم، خاص به خاطر مردم خو، خاص به خاطر وطن خو. واقعا جای زیبای ساختم. هرچی که فکر کنین شما تصویر مشاهده کنیم. اصلا باغ بی سر و بی پای 35 ریب زمین اگر باغ بشه، گل و چمن بشه، میفهمین که چی میشه. هر چی فکر کنیم دیگه به فراچی که به کل ایران تاکه همیت مکانه. در کنار دوستا هستیم که سعی کنیم اینا امروز خودم البته دو شو میشه که ما مهمان همین دو برادر هستیم که واقعا برای ما زحمت کشیدم. تشکری میکنیم اولی از لالا ناصر جان که 24 ساعت باور کنیم به خدمت ما. خود موتر خو هستم میته به هر جایی که گفتم شما به می فرا ما این بریم برنامه ثبت کنیم، ما به خدمت شما نیم. لالا ناصر جان برار اول کو بسیار تشکر از شما که لطف کردیم، زحمت کشیدیم، افتخار بخشیدیم به می جوانی که 2 روز میشه شما به خدمت مانیم، از کاروبار خور بنداختوندیم. خب ما کن نام شریف شما رو بگفتم، گپ بزنین که دمی که شما خودی ما آماده ما این جوانار میبینین که داخل گلا و ایبر چکر میزنم، چقدر کیف کردیم، لذت بردیم. بسیار لذت بخشه، بسیار جای خوبی. خیر و بیونجی صاحب که زحمت کشیده، بسیار جای خوب درست کرده به جوانا. بسیار سرگرمی جایی که لذت میبره، بسیار گلای خوب، میوای خوب، هر چیز فراوان است دیگه. ساعت جوانا تیره به میله روزای پنجشنبه، روزای جمعه میایه به این جگاه. خب شما دیگه هم بیامدیم به این مکان؟ بله زیاد، در جمعه پنجشنبه یک بار میایم دیدن. این میلجات به نام نوروزیه؟ بله به قریه نوروزی. قریه؟ بله قریه نوروزی. خب اسم قریه نوروزی منتها میلجات میگیرن. بله. بسیار خب. بغیر از این باغ دیگه هم جا میله داره می منطقه؟ بله بعد از این باغ که خطا بخوری باز سلطانویر میشه به خود نوروزی امی کوی است، باز بسیار مردم اونجا میآیه به گردش تفریح روزای پنجشنبه جمعه. به فراد که بسیار یک جای خوبی نوروزی مشهور هم است، مردم زیاد میآیه. جای لذت بخش، هوای آب هوای خوب داره. حدودا چقدر نفوس یا فامیلی یا غیر فامیلی به این مکان زیاد میآیه؟ یعنی باز خوش ما میری اونجا هم تصویر میگیری که به سرک جای نیه، موترا زیاد میآیه، مردم زیاد میآیه، بسیار زیاد است دیگه، از حساب هم بیرونه. خب پیشتر به اجی صاحبم بگفتم بعضا دوستا گلار میکنم، البته به چردوبر ما بر نخوره یک وقتی بگم، البته با ما میگم بعضا جوانا شاخلار میشکنم، بعضا جوانا میوار میشکنم. شما به ایس یک جوان به میت جای به میت تفریح جای فکر کنیم خانه ما و شما نه.
پیام شما چیه به اینا؟ به زنا دیگه باید خود از اینا متوجه باشه و بفهمه که دیگه به باغ که میای خونه خود مانه، نباید یک کار بکنه که باغ زیان ببینه یا به تاوان برسونه به باغ، که نشه یک کاری که بازمو مردم هم بیزار شه دیگه نگذاره مار به باغ. باید متوجه باشه بر چیز، گلار نکنه، شاخلار نشکنه، خرابکاری نکنه، متوجه باشه بر چیز. سلامت باشیم. تشکر از شما. راست میگم دوستای نازنین، آن خود من نگاه کنیم باور کنی یک پری بلگه بکندم به دست منه. منتها کمک شما خصوصا جوانا خواهشمندی که کمک مرآت به میت مکانا بکنیم. دوستای خوب نازنین، میریم اینجا یک استخ اوبزیه که طفلام فکر کنم اوبزی میکنم و جای بسیار زیبای دیدنی. یک ساعت برنامه همینجی به خدمت شما هستیم. بینندای عزیز، طوری که پیشتر گفتم ها آمدیم به داخل گلخونه‌ای که اینجا بانجون رومی سعی کنیم به شکل درخت. زحمت زیادی کشیدم، نام خدا نام خدا. شما نگاه کنیم تا به سیستم خارج واقعا اینا رو جور کردم و همالی هم هی بانجون رومی میچینم که اینا رو ببرم به بازار عرضه کنم. بسیار جای زیبای دیدنیه، واقعا مردم زحمت میکشن. دیگه بانجون ها فرا دیگه بو شده به خاطر از اینکه اینجا خیلی هوا گرمه بیاد و بی اندازه.
دوستای خوب نازنین، بازم خوش آمدیم. خدا کنه تا این لحظه از برنامه لذت برده باشیم. لب استخ اوبزی آمدیم و بچه ها طفلای اوبزی میکنم و آبشار هم روشنه. یک سلامی هم به جی نصار احمد جان فرایی دیگه، درسته؟ برادر اجی صاحب کجا هستم؟ آجی صاحب ترمینال ایراد کار می‌کنه. بسیار خوب. از این یک سلامی برای اینا تقدیم. خداوند اینا رو عمر طولانی بده که همیت مکانی به این مردم فرا بساختن. واقعا جای زیبایی سعی کنیم که کیف میکنیم. فرا هم گذر گرم بینندای عزیز که تا به جایی که جا داره اینجا باور کنه اعمال میلرزیم از دور یخه. با خاطر از اینکه آبشار و حوض اوبزیه. بسیار تشکر. حاجی صاحب لطف کردم جا شما سبز باشه. دوستا میوه آماده کردم، زردالو دیگه چی حاجی صاحب؟ آلوچه یعنی آلو و خیال. به 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 به. بیاین. شاعر گفته ای شکم فدای تو 100,000 جان و تن من، زردالو مفته گردیدی تا به کرکنک جا کن. آها ما که خدای لذت بردیم. شما اشتلالا شکر الحمدلله. چیز کیف میکنی؟ واقعا کیف میکنی. اینا کلی که باعث میشه که حاجی صاحب واسطه شده که خدا پاک رو واسطه کرده حاجی صاحب که این منطقه جور کرده برای جوانا که باعث میشه که یک تجمعی بشه از نگاه آب و از نگاه سرسبزی. واقعا که جای خوبیه. واقعا جای دیدنیه. انو جای زیبا دیگه انو بمونده بینندای عزیز. فقط می تاسته همراه ما باشیم. بیاین که خودش ما از اینجا بیروشیم میریم به جایی که جالبتر از اینه. دوستای خوب نازنین، ناگفته نمان این مکان برای مردم فرا نیه، برای رفیقا و قوما و خصوصی حاجی صاحب نیه. این به تمام مردم ایراد هر وقت که بیایم به فرا بیایم میتونم از این باغ لذت ببرم، شوند روزی اینجا زندگی کنم. اتاق داره اینجا، آشپزخانه داره، باغمون دارم، آشپز دارم، گلخونی، خیال و بانجورمی. اینا بجام شما نه درسته؟ به این مکان باز گلخونه خیال و بانجورمی و بالاخره دیگه چیزی شاید باشه، میوه‌جات و سبزیجات. برو همه شما می دروازه از طرف ما وایه، درسته؟ انشالله وایه 24 ساعته لذت ببریم. بینندای عزیز، جا شما بسیار سبز باشه، به ایراد گردن ما بند باشه. انو اخکوکا ملایم نشده و بالاخره زردالوهای فرا، زردالوهای شکری واقعا خوب برابر برسیده. دوستای خوب نازنین، اگر نوش جان میکنیم بفرماییم جا شما سبز باشه. ما یه واسه شما هستیم، انشالله شما غم و غصه نخوریم. ایت گردن ما بند باشه، از این دو پخش یک دونم نمیمونه. خب هر جا میشینیم بشینیم.
ایدو لاور به شما بخوره با خود شما کرمات بده بده کوک کرمات خدا کنه که لذت برده باشیم از این مکان، از قلعه نوروزی، هم از جای تفریجا و هم از باغ تفریجا که واقعا زحمت کشیدی بیدم. بسیار تشکری میکنیم بازم از دوستا و برادرها، حاجی صاحب، لالا ناصر جان، همه برادرایی که به کنار مانم امروز مهمون نوازی کردم، افتخار بخشیدم. از شما هم تشکری میکنیم که تا به این لحظه وقت خود به اختیار ما بگذاشتیم. دوستای خوب نازنین، تا فردا شب که کجا نصیب و قسمت باشه شما رو به الله پاک نازنین میسپریم. وقت زیبای شما بخیر، با عزت باشیم. خدا نگهدار.